بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز در درس اخلاق با هم درباره مناسبت خوب داشتن به مردم به شرطی که آلوده گناه نشویم. یعنی اینجا مؤلف خیلی یک شرط خوب میگذارند، میگویند خوب است که با مردم در مراسا باشیم، معامله خوب با آنها داشته باشیم، اما به شرط آن که به گناه دست نزنیم. برای آن که بعضا می شود که برای خود را به مردم گرم نشان دادن، برای با مردم معامله خوب داشتن، چقدر به گناه ها دست می زنیم. آن هم گناه هایی که بعضیش حتی کبیره هست و بعضیش حتی تمام عمر برای خودی من و شما همچون ننگ و همچون ندامت باقی میماند. و درباره معامله خوب داشتن به مردم، اگرچه در کتاب نیست، اگر به قرآن کریم نگاه کنیم، الله به پیامبرش میگوید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو انسانی غلیظ باشی، بدگو باشی، بد زبان باشی، مردم از اطراف تو گریخته می روند، در اطراف تو کسی نمی ماند. یعنی برای این که یا به خاطر این که مردم از تو نترسند، مردم در اطراف تو باشند، همیشه تو رو به خوبی یاد کنند، تو نباید قلب غلیظ داشته باشی، نباید تو سنگدل داشته باشی. تو همیشه نرمی کن، قلب مهربان و عطوف یا گفتیم لطیف داشته باش، تا اینکه مردم هم با محبت و با مهربانی در اطراف تو باشند. و حتی در مراسا با کافران، در سوره ممتحنه الله میگوید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله شما را من نمی کند از خوبی کردن و با انصاف معامله کردن با کافرانی که به خاطر دین با شما نمی جنگند و شما را از وطنتان بیرون نمی کنند. الله مقسطین یا با انصاف معامله کننده ها را دوست می دارد. یعنی حتی در مسئله مناسبت با کفار، وقتی که او با دین تو نمی جنگد، الله امر می کند که با آنها معامله خوب داشته باش و من این گونه انسان ها را دوست می دارم. اینجا وقتی گفته معامله با مردم، وقتی یعنی با مردم اطرافیان ما، خویش و تبار، همسایه ها و هر کسی که در کوچه و بازار رو برو می شویم داخل می شوند. و اینجا مؤلف از ابن مسعود روایت می آورند که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند یحرم علی النار کل حیین لین قریب سهل. برای هر کسی که خیلی نرم است، ملایم است، با مردم مهربان و نزدیک است و خاراکتری یا گفتیم یک طبیعتی سبک دارد، با همه مردم میتواند مناسبتی خوب داشته باشد، آتش برای او حرام میگردد. یعنی آنهایی که طبیعتی نرم و ملایم دارند و با قهر و غضب و مسخره و نیش زدن نه، با مهربانی و با همدردی و همدلی با مردم معامله میکنند، آتش جهنم برای آنها حرام است. در دوامش ابو حاتم میگویند انسان عاقل باید که هر کاری که از اخلاق حمیده او را در قلب مردم جای میدهد به آن کار دست بزند و هر کاری که از اخلاق بد او را در نزد مردم خرد می سازد یا گفتیم بی آبرو می سازد از آن دور باشد. برای آن که خلق یا اخلاق حمیده، اخلاق خوب در نزد مردم خطاگی های تو را از بین می برد، همان گونه که زنگ را آفتاب از بین می برد و اخلاق بد عمل های خود را تو را فساد می کند، همان گونه که خل یا گفتیم
سرکه اصل رو نابود میکند و میگویند تو شاید یک چند اخلاق خوب داشته باشی، خیلی کارهای خوب داشته باشی، اما یک اخلاق بده که مردم تو رو با آن میشناسند، یا با غیبت یا با خبرکشی یا با دروغگویی یا بخیلی یا چیزی دیگر، تمام عملهای صالح تو را در نزد مردم نابود میسازد. و در دوامش میگویند عبدالله ابن عباس گفته بودند خویش و تباری از بین می رود، نعمت ها هم از بین می رود، اما کاری که تو انجام می دهی و در قلب مردم جای می شوی همیشه پاینده است. یعنی مردم نکوکاران را، آنهایی که اخلاق حمیده هستند، همیشه در قلب خود یادآور می شوند. بعضا خویش و تباری کلا فراموش می شود به خاطر بعضی بد اخلاقی ها یا بعضی از معامله ها، بعضا نعمت ها یا گفتیم چیزهایی که به ما دادن یا ما دادیم آن هم فراموش می شود، اما با اخلاق خود وقتی در قلب مردم جایگیر شدیم اصلا آن را فراموش نمی کنند. و در سخن عجیب فضیل ابن ایاد که یکی از تبع تابعین مشهور هستند و از سمرقند هستند، اینجا یادآور می شوند که میگویند بدان، یعنی فضیل میگویند شما همیشه با انسان هایی که اخلاق حمیده دارند با آنها دوستی کنید، برای آن که کسی که اخلاق حمیده دارد تو را همیشه به خیر دعوت می کند و اصلا از دست او ناراحت نمی شوی، یک آرامش پیدا میکنی وقتی همنشینی تو انسانی با اخلاق است، بد زبان نیست، مسخره کننده نیست، دروغگو نیست، اهل دنیا نیست، اخلاق حمیده دارد، با صحبتش، با آرامیش، با کمکهایش در نزد او همیشه تو در راحت هستی. برعکس این آنهایی که اخلاق بد دارند با آنها اصلا دوستی نکن، آنها همیشه تو را به بدی دعوت میکنند. در دست آنها یا با دوستی با انسانهای بد اخلاق همیشه تو در مشقت هستی، اگرچه میگویی دوستم دوگانه ام ولی اخلاق بد او تو رو خیلی خسته میکند. و من میگویند شخصا یک انسانی گناهگاری با اخلاق را بالاتر میدانم از یک انسانی که خود را پارسا میگیرد، خود را صالح میگیرد ولی اخلاقش بد است. یعنی انسان‌هایی حتی بدین و با اخلاق در نزد من از بعض دینداران بد اخلاق که از زهر زبان آنها دریا زهرآلود می شود بهتر می باشد. در دوامش می گویند بدان اخلاق حمیده یا با مردم معامله خوب داشتن این دانه های هست که وقتی آنها را در قلب مردم تو می افکنی محبت از آن می روید و با اخلاق بد، با معامله بد با مردم همیشه بدبینی را به خود جلب می کنی و وقتی مردم تو را بد دیدن دیگر ناموس تو اصلا محافظت کرده نمی شود، به ناموسی، تهمت همه بالای سر تو می آید و حتی دشمنی در قلب مردم به سبب بد اخلاقی تو جای می شود. و در دوامش می گویند با مردم معامله خوب داشتن این نصف عقل است، یعنی آنی که عاقل است با مردم معامله خوب پیدا می کند. و وقتی گفتم معامله خوب این معنیش این نیست که تو چاپلوسی کنی، تملقگر باشی، به هر گناه مردم شریک باشی، به هر گناه مردم سکوت کنی، نه، معنیش این است که به آنها ضرر نمی رسانی، به آنها ضرر با زبانت با دست و پایت نمی رسانی، تا قدر امکان آنها را اصلاح میکنی. و میگویند محبت مردم را به دست آوردن، در کمک آنها بودن این نصف عقل است و سؤال خوب دادن نصف علم است. یعنی یک انسان را علمش تا چه اندازه است و بیسوادی او تا چه اندازه ژرف و چقور است از سوالش میفهمی. و اقتصاد یعنی درست صرف کردن در پول و مال
نصف زندگی تو است. یعنی کسی که در کجا صرف کردن پول و مالش رو میداند، ولخرج نیست، اسراف کن نیست، او الکی نصف اقتصاد یا نصف بایگری خودش رو دارد. در دوامش میگویند معامله خوب با مردم این است که به آنها اذیت نرسان و اون چیزی که آنها را غمگین میکند و اون چیزی که آنها را ناراحت میکند از آن دربارش نپرس. و این میتوانیم خواهران عزیز مثال بزنیم. یک نفر می نشیند، یکم سوالش یگان عیب شما را، مثلا میگه شما چرا فربه هستید، یا میگوید مثلا قد شما پست است، یا یک عیب برای شوهرت، یا میگوید خانه شما کهنه است. یک سوال میدهد که او خودش میداند که به شما آن سوال همچون تیغ است، یعنی شما از آن ناراحت میشوید. اینجا چی میگوید؟ بد اخلاق است یا نه؟ البته بد اخلاق است. انسانی که اخلاق خوب دارد نشسته به شما سوال هایی که شما را ناراحت میکند اصلا نمیدهد. بد اخلاقی مردم را، مناسبت بد مردم را همیشه از نیش زبان آنها میتوانیم ما اثبات کنیم. برای همین وقتی به کسی سوال میدهیم، ببخشید یکی خفه نشوید اما من این گونه شما رو میپرسم، تو 100% میدانی که از این سوال اون ناراحت میشود. با خفه نشوید اما من یک چیز رو به شما گفتنی هستم، نه تو مقصدت خفه کردن. اگر اصلاح کردن میشد، اصلاح کردن راه خود را دارد، خفه کردن چیز دیگر. یک نفر رو در بین مردم بی آبرو کردن چیز دیگر. یک سوالی رو داده یک نفر رو سرخ کردن، شوهر شما زن داشته است، زنی شوهر شما چند فرزند دارد، گویان در معرکه ها خواهران را خجالت کردن، یا اینکه یک کلمه رو میگوید درباره پدرش یا مادرش که او اصلا نمیخواهد در جمع در این باره سوال و جواب کند، یعنی به شخصیت رسیدن. این همه بد اخلاقی است که هم در نزد آن انسان و گمان میکند یک قهرمانی است، اما از شرمندگی چیز دیگر به دست نمی آورد. چیزی دیگر در دوامش میگویند، وقتی که میگویند تو انسانی خوب با اخلاق هستی، برای تو کفایه هست که مردم نمیخواهند تو را از دست بدهند. و همین نکته مؤلف خواهران عزیز به خود من شخصا خیلی تاثیر کرد. میگویند از معامله خوب برای تو کفایه هست که مردم مرگ تو را نمیخواهد، مردم دوری تو را نمیخواهد، مردم میخواهد هم نشین تو باشد، مردم میخواهد هم صحبت تو باشد. از بد اخلاقی، از معامله بد با مردم همین برای تو کفایه است که مردم از تو دوری میجوید. حتی نزدیکانت از هلاک شدن تو نمی هراسند، میگویند بمیرد تا از شرش خلاص شویم، یا هرچی دورتر است هرچی بهتر است، یعنی دوری تو را میخواهند. ای انسانی عاقل، مگر برای تو زیبنده است که مردم دیدن تو را نخواهند؟ مگر برای تو زیبنده است وقتی مردم بگویند وای چرا باز این آمد، انا الان با صحبت‌های بی‌معنیش، با سوال‌ها و با نیش زدنهایش همه جا را فساد میکند. انسان خوب باش، بگذار مردم از رفتن تو بگیرند، بگذار مردم در حضور تو در راحت باشند، بگویند خیلی میخواهم با او هم نشین باشم، هم صحبت باشم، نه اینکه از تو نفرت داشته باشند. و در دوامش میگویند انسان‌های بد اخلاق، آنهایی که اخلاق بد دارند، برای مردم وزمینی میکنند. معنای وزمینی چی است؟ مردم در نزد آنها حضور پیدا نمیکند، آرامش پیدا نمیکند، یا با تکبر، یا خیلی گفتم با سوالهای بیجا، یا با یک نقل‌هایی که آن نقل به بعضی ها خیلی و خیلی خاطره های بد رو می آورد. یعنی وزمینیشان در این است که انسان ها در نزد آنها راحت کردن نمی توانند و می گویند هرچی تیزتر این انسان از بین ما رفت، برای ما هرچی راحت تر می باشد. و هم برای چشم انسان، یعنی انسان های بدنما هستند، هم در قلب انسان ها ثقیل و وزمین هستند.
و میگویند حضرت ابو هریره رضی الله عنه هر وقت میگویند با یک نفری بد اخلاق می نشست یا با یک نفری می نشست که برایش نشستن با او دشوار بود، آرامش پیدا نمی‌کرد، میگفت اللهم اغفر لنا و له، خدایا ما را هم ببخش و او را هم ببخش و خدایا او را از ما دور کن تا که ما در عافیت بمانیم. و مؤلف ابو حاتم میگویند شما انسان‌های عاقل کارهایی که خصلت‌هایی که برای مردم ناراحت کننده هست باید ترک کنید. یعنی چی میشوی؟ من اساساً به همین سوال جواب خودم شخصا هم پیدا نمی کنم. یک نفری که می نشیند و فقط با سوالهایش ناراحت کردن شما هست، فلانی درباره شما چنین گفت، من فهمیدم که شما همین گونه خطاگی ها در زمانش داشته اید، من درباره شوهر شما بعضی چیزها شنیدم، یا من درباره عائله شما این را شنیدم. یعنی این انسان اساساً چی می خواهد؟ با این گوجا رو اصلاح می کند یا گفتیم به کدام مقصد می رسد؟ و این گونه انسان ها خیلی زیاد هستند، در جمع زیاد خصوصا می نشینند فقط با یک نفر رو سرخ کردن و شرمنده کردن و با از آن لذت بردن مجلس رو به آخر می رسانند. نشستن، خوردن، گفتن، یک نفر شاید گریه کرد و مشکلی در این است که زخم زبان آنها یا گفتیم نیشه های آنها در خاطر همان نفری که شکسته خاطر شد سالها شاید تا آخر عمر بماند. و به کدام هدف می رسد این گونه انسانی بد اخلاق وقتی که لذت می برد از یک نفر را ناراحت کردن و بعداً باز به دیگران از آن تعریف هم می کند. ما در یک جا بودیم، من کلمه رو گفتم یا چیزی رو گفتم که فلانی سرخ شد و شرمگین شد و چیز دیگر. در دوامش میگویند اکنون وقتی که تو فهمیدی که وزمین بودن یعنی انسان ناراحت کننده بودن چقدر بد است، بیا ببینیم که تو چگونه میتوانی محبت مردم را به دست بیاوری. اولا میگوید محبت مردم را با ترک کردن گناه به دست می آری، زیرا تو وقتی گناه ها را ترک کردی در نزد الله عزیز می گردی و خداوند وقتی بندش را عزیز کرد، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که محبت او در قلب مردم جای می شود، محبت او در قلب یا گفتیم در وجود فرشته ها جایگیر می شود. یعنی اولین چیزی که تو می خواهی کسب محبت مردم بکنی این ترک کردن گناه است و داشتن محبت پروردگار. دویمش باشد میگویند از این هیزم های دنیا به آنها بده و مؤلف مال دنیا را، نعمت های دنیا را هیزم دنیا میگویند و میگن از این هیزم دنیا یا از این نعمت های دنیایی که در دستت هست به آنها بده. آخر با کمترین چیز تو قلب مردم را به دست می آوری، با کمترین هدیه، با کمترین مال. پس وقتی که در دستت مال هست با مالت قلب مردم را بگیر. این خریدن نیست، این رشوه نیست، این جلب محبت است که برای من از همین مالم تو بهتر هستی، برای من از پول و از چیزی که دارم قلب تو بالاتر است و من مالم را فدای تو میکنم. دوم میگن وقتی مال نداری، چیزی نداره که به قلب مردم خوشحالی یا خرسندی وارد کنی، حداقل با چهره کشاد، با یک تبسم ناچیز، با یک سلام علیک گفتن، با یک احوال پرسی کردن، با اخلاقت در قلب آنها جایگیر شو. یعنی با پول و مالت، اگر پول مال نداشته باشی در اینجا با چهره کشاد، با یک تبسم، با یک سلام علیک یا با کمترین کمکی اگر از تو بپرسید به او کمک کردن. و این همه یعنی کارهای خیلی آسان است. انسان‌هایی که دارند و دادند و لذت دادن را چشیدن میدانند که چقدر با دادن ما قلبها را به دست می آوریم. و من همیشه به عروسکانی که مشکلی با خواهر شوهر و مادر شوهر است میگویم شما کریم بودن را، سخاوت را به خود کسب کنید، 90% مشکلی از عائله شما می رود. یک کرته قیمتی که شما
آرزو داشتید و پس از 1 سال پوشیدید، بگیرید به خواهر شوهر، به مادر شوهر، به زنی برادر بدهید، بگوید همین کرته رو خیلی دوست می‌دارم، اما تو برای من از این کرته قیمت‌تر هستی. ببینید چقدر محبتی او را به دست می آورید. او اصلا این را فراموش نمی کند. 90% مشکل‌های عائلوی سر یک متاع دنیا هست که متاع دنیا امروز نباشد فردا می شود، اما یک انسان را وقتی از دست دادیم دیگر قلب او را ما شکار کرده نمی توانیم، دیگر قلب او در سید ما نمی شود. با دادن شما کیها را می توانید دوست خود کنید؟ با یک بخیلی نزدیکان خود را دشمن. از این طرف یک چهره خندیده، اگرچه چیزی نداری، چیزی دادنی نداری، با یک تبسم کردن، با یک نادیده گرفتن، با یک بیمار شد طهور است خوب می شوی گفتن، گریه کرد من همینجا هستم از دستم چی می آید برایت کنم گفتن، قلب ها را می توانیم سعید کنیم. مشکل ما اما در چیز دیگر است. ما بجای از این قلب مردم را به دست آوردن همیشه در نقشه ویران کردن قلب ها هستیم، ویران کردن رابطه ها هستیم. گمان میکنیم با یک سخنی خیلی شدید و در جای ما اشتها آبدار یک نفر را تماما پاره کردیم، شرمنده کردیم، او خجالت شد، او به خود نمی آید. او به خود می آید، این تو هستی که دیگر به خود نمی آیی. در وجدان تو آن می ماند آن سیاهی که یک نفر را در بین مردم یا رو برو نشسته قلبش را پاره کردیم. گفتیم اصلاح میکنیم، همیشه میگویم اصلاح با شکستن قلب ها نمی شود. اصلاح با یک نفر را شرمنده کردن و سرخ کردن و تحقیر کردن نمی شود. اصلاح راهی دیگر را دارد، اما با هدیه کردن، با سخن نیک گفتن، از بحر هیزم های دنیا برآمدن که ها را شما می توانید دوست نزدیک خود کنید. و اینجا سوره انفال را می آورند که الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید و الف بین قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. این الله هست که بین مؤمنان، بین دو قبیله که همیشه با هم جنگ داشتن در مدینه، الفت را پیدا کرد، دوستی و مهربانی را. اگر تو تمام دنیا را نفقه کنی هم این دو گروه را با هم دوست کرده نمی توانی، ولیکن الله این را انجام داد و الله عزیز است، همیشه غالب است و حکیم است. پس برای جلب محبت مردم، برای نجنگیدن و آسوده بودن باید دعا کرد که خدایا پروردگارا قلب‌های مردم در دست توست، قلب‌های خویش و تبار شوهرم، همسایه‌های من در دست توست، قلب‌های دوستان نزدیکم، خویش و تبار خودم که با من مشکلی دارن در دست توست، قلب‌های آنها را بگردان. من در روی زمین فساد و قهرگی نمی‌خواهم، من می‌خواهم به خاطر تو همیشه قلب آسوده داشته باشم. دور از کینه و دور از بدبینی با دعا کردن قلب‌های مردم را الله می‌تواند به سوی شما برگرداند و بغض کینه ها برود. اما این که خیلی گفتم به خاطر دو تنگه دنیا شما قلب یک نفر را میشکنید، با شکستن آن بجز برای خود حسرت و پشیمانی چیز دیگری به دست نمی آید. پروردگار برای ما ایمان و عقل سالم و حکمت بدهد تا بدانیم که در دنیا قیمتترین چیز پس از ایمان این قلب انسان هاست که ما باید برای به دست آوردن قلب آنها در کار باشیم، نه برای به دست آوردن خانه و جایی که پس از چند روز ما را ترک میکند و در خاطر آنها چیزی از ما نمیماند. این بود صحبت امروزه همراه شما. الله عمل کننده کند، خصوصا در این ماه رمضان. و همیشه گفتم و باز هم میگویم از بحر چیز و چار دنیا برایت، قلب ها در کف دست شما میگه.